متریال برای درست کردن سربند: سیم گلسازی به اندازه کافی، تل فلزی، نگین سوراخدار که 2 تا سوراخ داره، نگین دوختی، حلقه فلزی، خرج کار که 7 تا سوراخ باید داشته باشه حتما، 3 تا نگین گرد کوچولو، 24 تا نگین اشکی، دمباریک و چسب حرارتی. در ابتدا شروع میکنیم سیممون رو به اندازه 4 برابر طول تلمون جدا میکنیم و میایم روی تلمون فیکس میکنیم سیم رو. یه نگین دوختی داخلش رد میکنیم، از 2 تا سوراخش باید سیم رو رد کنیم. در ابتدا شاید یک کمی سیم که بلنده اذیتتون کنه، بعداً سیم در ادامه کار کوتاه‌تر میشه و راحت‌تر میشه. اولی رو که انجام دادید، نگین دومی رو هم میزنید. از هر 2 سوراخ نگین باید سیم رو رد کنید. این کار رو برای 3 تا نگین انجام میدید. این نگین دوم فیکس میکنید روی تل و هم نگین سوم. وقتی که 3 تا نگین رو رد کردید و کاملا روی تل فیکس شد، یه دونه نگین رو برمی‌دارید، فقط سیم رو از یکی از سوراخ‌هاش رد می‌کنید که به حالت آزاد وایسه، که حلقه بتونه داخل اون قسمت آزاد نگین بس بشه و روی تل نصب بشه. حالا من یه تل حاضر شده، یه کار حاضر شده رو می‌بینید که 3 تا نگین، یه نگین آزاد و 3 تا نگین دوباره یه نگین آزاد که بتونه حلقه توی این سوراخ ها قرار بگیره. بعد میایم وسط تل نگین آزاد یه دونه میزنیم و این طرف تل هم به صورت قرینه قرار میگیره. باید این طرف تل هم بیاید تا این سمت 3 تا نگین داشته باشیم. برای شروع کارمون 3 تا خرج کار میخوایم که حداقل 7 تا حلقه داشته باشه. میخوایم این شکوفه رو روشون نصب کنیم. نگینای اشکیمون رو شروع میکنیم به کار گذاشتن روی خمیر ژله‌ای میذاریم و 8 تا دونه رو دور هم میذاریم. کاملا فیکس میکنیم روی خمیر. اینم آخریش. کاملا فیکس میکنیم و چسب حرارتی اون رو میاریم و کامل پشتش رو پوشش میدیم با چسب حرارتی و میذاریم تا خنک شه. ما از این شکوفه 3 عدد میخوایم. 3 تا از این شکوفه تهیه میکنیم. این نگینای گرد و کوچیک پایدار رو پشتشون چسب میزنیم و وسط گلمون میذاریم که زیباتر بنشه. بعد که اینا شکوفه ها رو زدیم، میاریم رو خرج کار و نصبش میکنیم. اول خرج کار میاریم و از پشت باید این رو فیکس کنیم. اول روی خرج کار یه چسب میزنیم که فیکس شه اول شکوفه، بعد از پشت با چسب همه رو پوشش میدیم که پرشه و کاملا به چسب روی خرج کار. ما از این شکوفه ها که روی خرج کار چسبونیم 3 عدد درست میکنیم. بعد اینکه 3 تا عدد از این شکوفه ها درست کردیم، باید نگینامون رو با حلقه به هم وصل کنیم. یکی از این نمونه ها رو من بس میکنم تا شما ببینید. از یکی از سوراخ ها رد میکنیم و اون یکی نگین رو بهش میچسبیم. حالا برای این سربند 2 تا 10 تایی احتیاج داریم. از این نگینا 2 تا 8 تایی، 3 تا 5 تایی، 3 تا 3 تایی و 2 تا
دوتایی احتیاج داریم.